فیلم درخون با دختری به نام آوا شروع میشه که با کابوس مرگ پدرش که 12 سال پیش اتفاق افتاده بود یهو از خواب میپره. آوا فقط 14 سالش بود که با چشم کشته شدن پدرش توسط 2 تا خلافکار و متجاوز رو میبینه. پدر آوا هم خودش خلافکار گردن کلوف بوده. اون از بچگی به آوا تمرینات نظامی داده بود تا اگر کسی بهش حمله کرد بتونه از پس خودش بر بیاد. اون روز بعد از اینکه پدرش رو جلوی چشمش میکشن، اون با مهارت کامل دخل هر 2 خلافکار رو میاره. چند سال بعد آوا تک و تنها در تلاشه که بتونه مواد مخدر رو کنار بذاره. بعد مدتی موفق میشه که کم کم به زندگی سر و سامون بده. اون توی جلسات معتادان با درک گرانت آشنا میشه و تصمیم میگیره باهاش ازدواج بکنه. اما درک از یه خانواده ثروتمنده که پدرش رابرت با این ازدواج مخالفه، چون هیچ اطلاعاتی از گذشته آوا نداره. اما درک که عاشق آوا شده، با پافشاری کردن خانواده‌اش رو متقاعد میکنه که اون دختر مناسبشه. تو شهر الینگتون ازدواج میکنه و تصمیم میگیرن برای ماه عسل به جزیره‌ای در کارائیب برن، چون خانواده درک اونجا یه ویلای شخصی داره. به محض ورودشون درک عکسایی از خانواده‌اش رو نشون میده که تو اون عکس‌ها مادرش که فوت کرده هم حضور داره. آوا و درک معسلشون رو با ماهیگیری و تفریحات آبی و کلی چیزای دیگه خوش میگذرونن. روز بعد وقتی به رستوران میرن، پسری از محلیای اونجا به اسم مانی با اونا آشنا میشه. بعد از اینکه درک از سرویس میاد، اون شروع میکنه به صحبت کردن و پیشنهاد میده که اونا رو به زیپلاین اون جزیره ببره. درک و آوا هم قبول میکنه. مانی آخر شب اونا رو به یک بار میبره تا نوشیدنی بخورن و خوش بگذرن. بیگ بیز که رهبر گنگسترای اون منطقه است، از آوا خوشش میاد و سعی میکنه بهش نزدیک بشه. درک سعی میکنه آوا رو ازش دور بکنه، اما بیگ بیز اهمیتی نمیده، هی بهش نزدیکتر میشه. مانی هم دخالت میکنه که باعث میشه عصبانیت بیگ بیز بریزه بیرون. یه دعوای درست و حسابی راه میفته. آوا که کتک خوردن شوهرش رو میبینه، مجبور میشه از مهارتایی که یاد داره شروع کنه استفاده کردن و یه جوری میزنه که خدا شاهد. آره، تو ماشین درک و مانی از بلایی که آوا سر اون خلافکار آورده هنوز متعجبن. فردا مانی به خونه اونا میره و ازشون میخواد که زود فرار بکنن، چرا که بیگ بیز داره میاد دنبالشون تا انتقام بگیره. آوا و درک ترسیدن و سردرگم نمیدونن چیکار کنن که مانی با خنده میگه شوخی کرده باهاشون. درس اومده تا ببرتشون به همون زیپلاینی که دیروز قولش رو گرفته بود. توی جنگل آوا با کمک درک به ترسش غلبه میکنه و سوار میشه، اما بعد میفهمه که اونقدرها هم ترسناک نبود. مانی پیشنهاد میده برای هیجان بیشتر سراغ زیپلاین اصلی جزیره برن که هیجان خالص اونه. ستایی به اون طرف جنگل، جایی که یه زیپلاین با مسافت 1.5 مایلی منتظرشونه. آوا و درک خیلی هیجان زدن. این بار درک اول سوار زیپلاین میشه، اما حین مسیر به طرز عجیبی تنها پاره میشه و درک آویزون بین آسمون و زمین میمونه. همینجوری که آوا وحشت زده شوهرش رو نگاه میکنه، مانی نزدیکش میشه تا کمکش کنه، اما متاسفانه تجهیزات کافی نیست و درک از ارتفاع به داخل جنگل سقوط میکنه. آوا بدو دنبال شوهرشه و درک رو با پای شکسته بیهوش توی جنگل پیدا میکنه. یهو متوجه میشه پولای توی جیب درک نیست. اینجا آوا مشکوک میشه. از اون طرف مانی سریعا با آمبولانس تماس میگیره تا درک رو به بیمارستان ببره. وقتی آوا میخواد باهاشون بره، یکی از پرسنل آمبولانس به نام عمر مانع از سوار شدن آوا میشه و فقط یه کارت بیمارستان بهش نشون میده که قرار شوهرش رو اونجا منتقل کنن. آوا شوهرش رو تنها نمیذاره و با استفاده از موتوری که اون گوشه است آمبولانس رو تعقیب میکنه، اما طولی نمیکشه که یک ماشین میزنه بهش و تصادف میکنه. این باعث میشه آوا با تأخیر به بیمارستان برسه. آوا وقتی میرسه وحشت زده در مورد درک ازشون سوال میکنه، اما اونا همچین مریضی با این مشخصات ندارن. به سرعت به بیمارستانهای اطراف میره، اما هیچ کدوم همچین مریضی امروز پذیرش نکرد. آوا که شکش بیشتر شده، ناپدید شدن شوهرش رو به پلیس گزارش میده. بلافاصله فردای اون روز رابرت و خواهرش سندی هم به اونجا میان، چون از قبل آوا بهشون خبر گم شدن درک رو داده بود. رابرت و سندی به کلانتری میرن تا در مورد روند پرونده آدم رو با درک سوال کنن. اونجا با رئیس پلیس رومن روبرو میشن. آوا تمام جزئیات حادثه درک، حتی مقدار پولی که از جیبش کش رفتن رو هم براشون ذکر میکنه. رومن در جواب میگه اینجا یک جزیره پر از خلافکارای خطرناکه، از چیز عادیه که گردشگرای ثروتمندی مثل درک رو بدزدن و پولاشون رو بالا بکشن. کمی بعد ریمون و آوا و بقیه به محل حادثه میرن. وقتی رئیس پلیس از مردی که مسئول اون زیپلاین در مورد حادثه میپرسه، اون میگه ما هیچی ندیدیم، اصلا همچین آدمی نمیشناسیم. آوا که میبینه داره دروغ میگه، شروع میکنه به حمله کردن بهش. رومن آوا رو متوقف میکنه. وقتی برمیگردن به کلانتری، رومن یه ویدیو از درگیری آوا تو کلوپ شبانه دیشب نشون میده و میگه
اون با خلافکارترین باند منطقه درگیر شده و ممکنه اعضای اون باند درک رو دزدیده باشن. آوا تصمیم میگیره عکس درک رو پخش کنه و از مردم میخواد تا کمکش بکنه، اما هیچکس حاضر نیست حرفی بزنه. شب رابرت آوا رو مقصر گم شدن درک میدونه و این باعث میشه فشار عصبی آوا بیشتر و بیشتر بشه. آوا تصمیم میگیره خودش تنهایی پرونده درک رو بررسی بکنه. اول سراغ مردی میره که جلوی پلیس دروغ گفته بود. اون وقتی حواسش نیست اونو به تناب زیپلاین میبنده و مجبورش میکنه بره جلو. بعدم بهش میگه چرا دروغ گفتی؟ از ترس جونش که نکنه یه دفعه بندازنش شروع میکنه به اعتراف کردن و همون زمان آوا هم داره با دوربین فیلم میگیره. اون میگه که گنگسترها مجبورش کردن که تناب رو نازک کنه تا وقتی درک خواست بره بیفته و سقوط کنه. آوا با این فیلم در دستش سریع به اداره پلیس میره و ازش میخواد که با این مدرک اون باند رو دستگیر کنه. اما رومن به جای دستگیر کردن اون خودش رو دستگیر میکنه. رومن از آوا میخواد تا برای مدتی از اون جزیره دور بمونه. آوا دستم به دست همراه با یه افسر پلیس وارد کشتی میشه تا از جزیره ببرنش بیرون. آوا از پلیس میخواد تا بذاره بره دستشویی. پلیس هم میگه به شرطی که بذاری خودم هم باهات بیام توی دستشویی تا فرار نکنی. آوا هم قبول میکنه. وقتی پلیس میخواد به آوا نزدیک بشه، آوا یه جوری میزنتش که نتونه بلند شه. بعدم سراغ جیبش میره تا کلید دستبند رو برداره و بازش کنه. بعد از باز کردن دستاش میپره توی دریا و با شنا کردن به جزیره‌ای که درک ناپدید شده بود برمیگرده. به همون کلوب شبانه‌ای که رفته بودن میره تا مانی رو پیدا کنه. به محض که پیداش میکنه بهش حمله ور میشه و فکر میکنه اون هم دستشون. اما مانی با التماس کردن قضیه رو توضیح میده که هیچی نمیدونه، ولی قول میده تا وقتی شوهرش رو پیدا کنن پیشش بمونه. آوا حرفش رو قبول میکنه و مانی که میدونه آوا الان توی جزیره فراریه اون رو به خونه خودش میبره تا شب اونجا پنهان بشه. اونجا مادر و برادر مانی هم هستن. مانی پیشنهاد میده که اول برن سراغ عمر و راننده‌هایی که اون رو تو آمبولانس بودن تا برسن به رئیسش. فرداش مانی و آوا به منطقه خطرناکی که اکثر گنگسترها اونجا جمع میشن میره تا اطلاعاتی در مورد عمر به دست بیارن. اما هیچ کس در موردش چیزی نمیدونه تا اینکه آوا روی دیوار یه پوستر میبینه که روش یه لوگو بود و دقیقاً تتوی راننده آمبولانس هم همین بود. اونا بعد از بررسی لوگو متوجه میشن که اون لوگو برای یک محله به اسم خروسینگی با سرعت به اونجا میره. وقتی میرسن مانی تنهایی از ماشین پیاده میشه تا با آدمهای اونجا در مورد راننده آمبولانس حرف بزنه. از اون طرف آوا چشمش به یکی از اون راننده آمبولانس‌های اون روزی میفته که داره از اون منطقه خارج میشه. وقتی سوار ماشینش میشه آوا هم از اون طرف تعقیبش میکنه و سر فرصت خفتش میکنه و میگه اگه نگی چه اتفاقی برای شوهرم افتاده همینجا کارتو تموم میکنه. راننده‌ای که ترسیده هر چی میدونه رو میگه. آوا بعد شنیدن حرفاش اون رو بیهوش میکنه تا بتونه از تلفنش استفاده کنه. بعدم گوشیشو ور میداره و توی شماره عمر رو پیدا میکنه تا بکشونتش به اون. وقتی عمر میاد قبل اینکه عمر اون رو بکشه آوا کارش رو تموم میکنه. نه برای اینکه شوهرش رو کشته بود، نه برای اینکه هنوز کانال ما رو ساب نکرده بود. پس شما مگه میخواید توی دردسر نیفتید همین الان دکمه حسابو بزنید. حالا آوا دستگیر شد و پلیس اونو عامل هرج و مرج جزیره میدونه. وقتی سوار ماشین میشه فکر میکنه قراره به کلانتری ببرنش، ولی وسطای راه متوجه میشه که دارن به جنگل میبرنش تا بی سر و صدا کارش رو تموم کنه. پلیس از ماشین پیاده میشن و برای آوا که هنوز داخل ماشین نشسته چاله‌ای گود میکنه. اون توی سکوت دستبندش رو خیلی ماهرانه باز میکنه و بعدم پلیسا رو دونه دونه میکشه. مدتی بعد رومن گوشیش زنگ میخوره و ازش میخواد که وارد اتاق دخترش بشه. وقتی وارد اتاق دخترش میشه میبینه که آوا بالا سر دخترش نشسته. رومن اعتراف میکنه که درک همون روز توی اتاق عمل مرده. دکتر از ریموند خواسته تا پرونده رو لاپوشونی کنه. ریموند هم چون قبلا دکتر جون دخترش رو نجات داده گفته که مدیونم بهش این کار رو انجام داده. بعد از اینکه تعریف میکنه حس گناه گلوشو میگیره و باعث میشه یه بلای خیلی وحشتناکی سر خودش بیاره و آوا از رد خونایی که توی خونه ریخته متوجه میشه که رومن چه کاری با خودش کرده. بعد گریه های اون شروع میشه چرا که دیگه مطمئن شده درک مرده. به خونه مانی برمیگرده. مانی هم سعی میکنه آرومش بکنه. فرداش آوا تصمیم میگیره به اون بیمارستان بره تا انتقام بگیره. اول سراغ پذیرشگری میره که قبلا بهش اطلاعات غلط داده بود. بعد از خفه کردنش اون رو توی صندوق ماشینش جا میده و با استفاده از کارت شناسایی اون وارد اتاق دکتره میشه. صورتش رو با پلاستیک فشار میده و ازش میخواد که بگه جسد درک کجاست. دکتره میگه عجله نکن. یه لحظه به دوربینای مداربسته نگاه کن. اون میبینه که یه گنگستر به نام سیلور به همراه نوچش دارن درک رو در حالی که نمرده روی ویلچر نشسته به اتاق عمل میبرن. آوا هم سری لباسای پرستاری رو میپوشه تا وارد اتاق عمل بشه. اونجا متوجه میشه که بیمارستان میخواسته مغز نخای درک رو برای درمان سرطانی که سیلور داشته استفاده بکنه. آوا اسلحه‌اش رو به سمت همه افراد توی اتاق نشونه میگیره و درک رو با خودش میبره. افراد سیلور هم
آوا رو تعقیب میکنن، اما اونا موفق میشن که از خروجی اضطراری فرار بکنن. سیلور و افرادش اونا رو محاصره کرد، اما همون لحظه آوا در یه حرکت انتحاری سیلور رو گروگان میگیره و به افراد اون دستور میده که نزدیکش نشن. توی راه سیلور به آوا گوشزد میکنه که ازش انتقام این کارش رو میگیره، بعدم خودش رو از ماشین پرت میکنه بیرون. آوا موفق میشه از دست افراد سیلور فرار بکنه و بره پیش مانی. همزمان که سیلور و افرادش هم به اونجا میان، مانی اونا رو پنهان میکنه. سیلور از یکی از آدماش آمار آوا رو در میاره. بلافاصله تمام گنگستراش رو اونجا پخش میکنه. آوا بدون تردید هر گنگستری که به اونجا میومد رو دونه دونه میکشه تا اینکه بالاخره با خود سیلور روبرو میشه. محلیای اونجا همه دارن نگاه میکنن که چجوری آوا سیلور رو داره مثل سگ کتک میزنه. وقتی پلیس میرسه، سیلور ازشون میخواد که آوا رو دستگیر بکنه، چرا که پلیسا رشوه خور سیلورن. وقتی بیگ بیز میرسه، هشدار میده که سیلور نباید تو این جزیره آدمربایی میکرد، چرا که توریستای اینجا باعث شدن که مردم اینجا یه کسب و کاری داشته باشن. اون آوا رو آروم میکنه و ازش میخواد که چاقو رو بهش بده. تا چاقو رو بهش تحویل میده، همونو فوراً توی شکم سیلور فرو میکنه. بعدم از آوا و دیکت میخواد تا از جزیره برن بیرون و به پلیسا هم 2 برابر مبلغی که سیلور پیشنهاد داده بود رو میده تا فقط بی خیال اون زن و شوهر بشن. در آخر فیلم هم نشون میده که آوا و درک صحیح و سالم به خونه برگشتن. پس نتیجه گیری قبل از استفاده از زیپلاین مطمئن شو که زیپ شلوارتو خوب محکم کرد، وگرنه گنگسترها کل اعضای بدنتو قراره در بیارن. پایان.